این قسمت زندگیمو اسمشو میذارم دیسیپلین، انضباط. بزرگترین تغییرات زندگیمو وقتی انجام دادم که خیلی انگیزه داشتم، انگیزه های زیاد تو زندگی، ولی خدا رو شکر الان اون انگیزه ها نیست. چون وقتی زندگیت ثبات داره انگیزه زیاد نداری و یه چیز خوبیه. ولی اینو فهمیدم که نباید تغییرات رو تو زندگی بذاری بر اساس انگیزه، چون انگیزه میاد و میره. بعضی موقع خوشحالی، بعضی موقع غمگینی، بعضی موقع مریضی، ولی اگه دیسیپلین داشته باشی، انضباط، دیگه برات مهم نیست انگیزه داری، اون کارو هر مدلی هم باشه انجام میدی. سردرد داشته باشی، یه چرت میزنی، پروتئین شیک رو میخوری، میری میدوی، ورزش، پول در میاری. زندگیتون رو بذارین بر اساس انضباط، دیسیپلین، نه انگیزه. مثل اون درخت زیبا همیشه استوار باشه.